سلام به دوستان عزیز. امروز می‌خوایم دنیای شگفت انگیز تکنولوژی نانو رو با هم کشف کنیم. آیا می‌دونستید که این فناوری می‌تونه زندگی ما رو در جوانب مختلف تغییر بده؟ پس بیایید با هم به این ماجراجویی علمی بپردازیم. تکنولوژی نانو به دنیای شگفت‌انگیز مواد در مقیاس نانو یعنی حدود 1 میلیاردیوم متر، 1 نانومتر اشاره دارد. این فناوری به ما این امکان را می‌دهد که خصوصیات مواد را به گونه‌ای تغییر دهیم که در سایز بزرگتر قابل دستیابی نیستند. با نگاهی به این دنیای کوچک ولی قدرتمند می توانیم شاهد انقلابی در زمینه‌های مختلفی چون پزشکی، انرژی، الکترونیک و محیط زیست باشیم. تکنولوژی نانو به ما این امکان را می دهد که با استفاده از ذرات ریز راه حل‌های نوینی برای مسائل بزرگ ارائه دهیم و به طور کلی زندگی روزمره ما را بهبود می بخشد. در ادامه قصد داریم به بررسی جزئیات این فناوری و تأثیرات آن بر زندگیمان بپردازیم. پس بیایید اول ببینیم نانو دقیقاً چی هست. کلمه نانو به اندازه اشاره دارد که برابر با 1 میلیاردیوم متر است. به عبارت دیگر این مقیاس آنقدر کوچک است که نمیتوانیم آن را با چشم غیر مسلح ببینیم. اما چرا به این اندازه اهمیت دارد؟ همه چیز به خواص شگفت‌انگیز مواد در این مقیاس مربوط می شود که در ادامه بیشتر در مورد این خواص شگفت‌انگیز صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه بریم سراغ بقیه ویدیو، با سابسکرایب کردن چنل عصر تکنولوژی از آخرین مطالب و اخبار دنیای علم و فناوری با خبر شوید و چشم‌اندازهای جدیدی را برای آیندهتان باز کنید. تاریخ تکنولوژی نانو به سال 1959 برمیگردد. ریچارد فاینمن، فیزیکدانی که این مفهوم را معرفی کرد، خواستار ساختن چیزها در اندازه کوچکتر از آنچه که تا آن زمان مد نظر بود شد. به لطف پیشرفت فناوری در 2 یا 3 دهه اخیر، امروزه شاهد انقلابی بزرگ در این عرصه هستیم. این فناوری به سرعت پیشرفت کرده و به یکی از زمینه‌های کلیدی علوم و مهندسی تبدیل شد. اکنون فرض کنید که نانو ذرات مانند ابرقهرمان‌ها در دنیای مواد رفتارهای غیرقابل تصوری دارند. مثلا طلا در اندازه‌های بزرگ یک فلز بی‌مزه است، اما وقتی به اندازه نانو برسد رنگش تغییر می‌کند و حتی به ماده‌ای فوق‌العاده با خواص جدید تبدیل می‌شود.
تغییرات ما را قادر می‌سازد تا کاربردهای جدیدی برای مواد پیدا کنیم. در اندازه نانو، خواص مواد به طرز قابل توجهی تغییر می‌کنند و اغلب بر اساس اصول فیزیکی و شیمیایی متفاوتی از مواد بزرگتر عمل می‌کنند. محتوا براتون جالب بود، با یک لایک و کامنت نظرتون رو به ما بگید و به بقیه بگید که چقدر این موضوع مهمه. این تغییرات شامل افزایش سطح به حجم، تغییر در خواص نوری، الکتریکی و حرارتی و بهبود واکنش پذیری است. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که مواد نانویی در کاربردهای مختلفی از جمله داروسازی، حسگرها و مواد ساختاری جدید بسیار ارزشمند باشند. بیایید درباره پزشکی صحبت کنیم. آیا می‌دانستید که نانو ذرات می‌توانند به طور خاص به سلول‌های سرطانی حمله کنند؟ این یعنی داروها مستقیما به هدف می‌روند و آسیب کمتری به بافت‌های سالم می‌زنند. همچنین نانو حسگرها می‌توانند در تشخیص زود هنگام بیماری‌ها به ما کمک کنند. در مورد انرژی، تکنولوژی نانو می‌تواند تحول بزرگتری ایجاد کند. به عنوان مثال، پنل‌های خورشیدی می‌توانند با استفاده از نانو مواد کارایی خود را افزایش دهند. همچنین، باتری‌های نانو می‌توانند سریعتر شارژ شوند و عمر طولانی‌تری داشته باشند. چه چیزی بهتر از انرژی پاک و پایدار و بدون آسیب به زمین؟ در دنیای الکترونیک، تکنولوژی نانو میتونه به افزایش کارایی و بهینه‌سازی فرآیندها کمک کند. تراشه‌ها و مدارای نانویی سریعتر و کم مصرف‌تر تولید میشوند. این یعنی فناوری‌های جدید، دستگاه‌های هوشمند و زندگی راحت‌تر انسان‌ها. نانومواد با وجود مزایای فراوان با چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز همراه هستند. یکی از این چالش‌ها اثرات بالقوه سمی و زیست محیطی نانوذرات است که می‌تواند بر روی سلامت انسان و اکوسیستم‌ها تأثیر بگذارد. همچنین مسائل مربوط به کنترل و نظارت بر تولید و استفاده از نانومواد به دلیل اندازه کوچک و ویژگی‌های خاص آنها نیازمند توسعه استانداردها و مقررات جدید است.
در نهایت نانومواد می توانند به ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کنند، زیرا پیشرفت‌های فناوری ممکن است دستیابی به آنها را برای برخی گروه‌ها دشوار کند. اگر از این ویدیو لذت بردید، حتما برامون لایک و کامنت بذارید و با اشتراک گذاری دوستاتون رو هم در این سفر هیجان انگیز همراه خودتون کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.